در نهایت یک مارپیچ به دست خواهد آمد. ویلیام چارلتون، زیباشناس انگلیسی، ابراز می‌دارد که افراد نسبت به اشکال مارپیچ و حلزونی شکل احساس مسرت می‌نمایند و هزاران سال است که در آثار هنری از آن استفاده می‌نمایند. اشکال مارپیچی و حلزونی شکلی که بر اساس نسبت طلایی هستند، شامل بی‌نظیرترین ساختارهایی هستند که در طبیعت به چشم می‌خورد. نخستین نمونه‌ای که در این خصوص می‌توان ارائه داد، ترتیب‌های مارپیچی روی گل آفتابگردان و میوه درخت کاج است. این تنها یکی از نمونه‌های متعددی است که نشان می‌دهد خداوند متعال همه چیز را بدون هیچ گونه عیب و نقص و به نسبت خاصی آفریده است. ساختار صدف‌های دریایی بر اساس نسبت طلایی. اکنون بیایید نظری داشته باشیم به انواع مختلف صدف‌های دریایی و ساختار آنها که همگی بر اساس نسبت طلایی است. هالیوتیس، پارووس، دولیوم پردیکس، مورکس، سکالاری پروتیوسا. نسبت طلایی در اندام شنوایی. وظیفه حلزون گوش که در گوش داخلی قرار دارد انتقال دادن ارتعاشات صوتی است. این ساختار استخوانی که مملو از مایعی مخصوص است دارای شکلی است هندسی و به صورت مارپیچ با زاویه ثابت 73 درجه و 43 که نسبت طلایی را نیز در خود داراست. عنکبوت اپریا نیز همیشه تارهای خود را به صورت مارپیچ و به شکل هندسی خاصی می‌تند. در میان پلانکتون ها نیز که جاندارانی ذره‌بینی‌اند، بدن گلوبیژرین ها، پلانوربی ها، ورتکس، تربرا، توریتل ها و تروچیدا نیز همگی به شکل مارپیچی است. آمونیت ها نیز که امروزه نسلشان منقرض شده و فقط سنگواره های آنها موجود می باشد، از صدفی برخوردارند که به صورت هندسی رشد می نمایند. در عالم حیوانات اشکال مارپیچی صرفاً به صدف حلزون منحصر نمی شود، بلکه شاخهای حیواناتی نظیر بزهای کوهی و قوچها نیز به شکل مارپیچ و بر اساس نسبت طلایی رشد و نمو پیدا می کنند. نسبت طلایی در DNA. مولکول DNA که تمامی خصوصیات جسمی موجودات زنده را در خود دارد نیز بر طبق نسبت طلایی آفرینش یافته است. DNA متشکل از دو مارپیچ عمودی و در هم پیچیده است. طول منحنی هر یک از این مارپیچ ها 34 آنگستروم و عرض هر کدام از آنها 21 آنگستروم می باشد. هر آنگستروم خود برابر است با 100 میلیونم سانتی متر. یعنی اگر 1 سانتی متر را به 100 میلیون قسمت کنیم، هر قسمت آن 1 آنگستروم می شود. همان گونه که می بینید 21 و 34 نیز دو عدد متوالی از اعداد فیبوناکسی هستند. چنین طرح و برنامه منظم و شگفت‌انگیزی که در سرای هستی رخ می نماید، وجود آفریدگار مقتدری را متجلی می سازد که کوچکترین خللی در دفتر صنعش راه ندارد. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. بیشک در آفرینش آن خدای مهربان هیچ گونه تفاوت و عدم تناسبی نمی بینی. پس دگربار بنگر و با دقتی افزون جهان را بررسی کن. آیا هیچ گونه خلل و رخنه‌ای می بینی؟ باز هم دیدت را بگشای و بارها و بارها بنگر و جهان را ورانداز کن. سرانجام دیدت با تحیر و خسته و درمانده به سویت باز می گردد، بی آنکه بتوانی در آفرینش الهی خلل و عدم تناسبی ببینی. برگ درختان و نسبت طلایی. وقتی به اطراف خود می نگریم، گیاهان و درختان زیادی را می بینیم که پوشیده از برگند. شاید تصور کنید که شاخ و برگه های درختان به طور اتفاقی و بر حسب تصادف ترتیب یافتند. با این حال حقیقت این است نقطه‌ای که هر شاخه از آن سر بر می آورد، ترتیب برگ‌های موجود در هر شاخه
و حتی شکل متقارن گلها همگی از قوانینی خاص و اندازه های معجزه آسایی پیروی می کنند، به طوری که هر یک از گیاهان جهان هستی دارای قوانین منحصر به فردی در انشعاب شاخه ها و ترتیب برگ ها می باشند و فقط از طریق همین قوانین و ترتیب های منحصر به فرد است که دانشمندان قادر به طبقه بندی گیاهان می باشند. نکته حیرت انگیز اینجاست که مثلا درخت صنوبری که در چین و درخت صنوبر دیگری که در انگلستان قرار دارد دقیقاً از قوانین و تناسب مشابهی پیروی می کنند و این به خوبی دلیلی است استوار و حجتی است قاطع دال بر این که آفریدگار و صانع همه موجودات ذات یگانه و یکتایی است که نه تنها هیچ گونه تفاوت و خللی در آثار صنعش وجود ندارد، بلکه همه چیز را در اندازه و تناسب خاص خود آفریده است. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. و زمین را گسترانیده و در آن کوههای استواری افکنده ایم و همه چیز را به گونه‌ای سنجیده و در اندازه های متناسب در آن رویانیده ایم. نسبت طلایی در گلها و گیاهان. اگر یک گل آفتابگردان را در دستتان بگیرید و خوب آن را نگاه کنید، خواهید دید که دانه‌هایش به صورت مارپیچ ترتیب یافته است. اگر این مارپیچ را از راست یا از چپ بشمارید، 2 عدد متوالی از اعداد فیبوناکسی به دست خواهد آمد. این تناسب فقط به گل آفتابگردان محدود نمی شود. برگ‌های گیاهانی مثل کلم که دارای بذر انبوهی هستند نیز درست مانند گل آفتابگردان هم از راست و هم از چپ به طور مارپیچ به دور یک نقطه مرکزی جریان دارند. گل مینا و میوه درخت کاج نیز دارای همین تناسب هستند که از راست و از چپ و به طور مارپیچ ترتیب یافته‌اند. اگر اینها را یک به یک بشمارید، باز هم اعداد به دست آمده بر اساس اعداد فیبوناکسی یا نسبت طلایی خواهد بود. اعداد فیبوناکسی موجود در مارپیچ های گیاهان عبارتند از 5.8 و 8.13 در میوه درخت کاج، 8.13 در آناناس، 21.34 در گلچه های مرکزی گل مینا و 21.34 34.55 و 55.89 در گل آفتابگردان. همانطور که به وضوح مشاهده می کنید، تمامی این اعداد جزو اعداد فیبوناکسی و بر اساس نسبت طلایی هستند. خالق یکتا در قرآن کریم ما را این چنین متوجه آفرینش بی عیب و نقص عالم گیاهان می کند. و اوست که از ابر آسمان آب باران فرو می فرستد، پس به وسیله آن آب هر گونه گیاه را می رویانیم و از آن گیاه نیز جوانه سبزی بیرون می آوریم و از آن جوانه سبز نیز دانه هایی بر می آوریم تنگاتنگ یکدیگر و این ماییم که از شکوفه های درخت خرما خوشه های نزدیک به هم می آفرینیم و نیز باغ‌های انگور و زیتون و انار که در شکل و مزه همگون و غیر همگونند. به میوه آن وقتی که ثمر می‌دهد و به طرز رسیدنش بنگرید. بیگمان در این تنوع و شکلگیری میوه‌ها برای کسانی که ایمان می‌آورند نشانه‌هایی است از وجود قدرت و عظمت الهی. نسبت طلایی در دانه‌های برف. می توان نسبت طلایی را در دانه‌های برف نیز مشاهده کرد. پستی و بلندی‌های گوناگون و برآمدگی‌های بلند و کوتاهی که سازنده دانه‌های برف میباشند نیز تسلیم و مطیع نسبت طلایی هستند. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون.
و هر کس و هر چیز که در آسمان ها و زمین است، چه بخواهد چه نخواهد، در برابر او و قوانینش تسلیم است. وله من فی السماوات والارض كل له قانتون. و هر که و هر چه در آسمان ها و زمین است از آن خداست، جملگی خواه ناخواه مطیع و فرمانبردار قوانین و حکم اویند. سخن آخر. این حقیقت که آنچه در عالم هستی است همگی هم از نظر ساختار و هم از نظر عملکرد از قوانین و نظام‌های به خصوصی پیروی می‌کنند، شاهدی است دال بر وجود و قدرت آفریدگاری یکتا، او که تمامی چیزها را در اندازه و نسبت خاصی سامان بخشیده است. به بیان دیگر این همه حاکی از آن است آفریدگار جهان هستی خالقی است یکتا، یعنی ذاتی که جسم انسان و اندامهای گوناگون آن از جمله دست، صورت، شش و دی ان ای و غیره را سامان می‌دهد، او که درختان و گلها و گیاهان و نیز قوانین حاکم بر آنها را نظم و انتظام می‌بخشد، او که از آسمان برف و باران نازل می‌کند و در یکایک اینها تناسبی شگرف به نام نسبت طلایی برقرار می‌نماید، آفریدگار همگی اینها ذاتی است احد و یگانه. شاید اینک بتوان گوشه‌هایی از سر این آیه شریفه بیش از بیش متجلی گردد که قل هو الله احد. ای پیامبر بگو اوست خدای یگانه یکتا. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. خداوند که همواره به عدل قیام دارد با ایجاد نظام واحد جهان هستی گواهی می‌دهد که جز او هیچ معبودی بر حق نیست و فرشتگان و صاحبان دانش نیز گواهی می‌دهند که جز او که شکست ناپذیر با حکمت است هیچ معبودی بر حق نیست. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. به زودی نشانه‌های خود را در آفاق، یعنی پهنای آسمان‌ها و زمین و در ساختمان وجود خودشان به آنان خواهیم نمود
تا برایشان روشن گردد که او تعالی حق است.